سلام بچه های شیرین. درس نوبتیمان را از روی کتاب الفبا آغاز می نماییم. این حرفی ای زدناک است یا اینکه ای زده. ما می توانیم که این حرف را یا ای زده گوییم یا ای زدناک گوییم. در هر دو مورد هم خطا نمی شود. حرف ای زدناک در زبان تاجیکی فقط در آخر کلمه ها می آید. با این حرف کلمه ها سر نمی شوند. در کلمه های توپی و کرسی ما حرف ای زدناک رو می بینیم. حرف ای زدناک در همین جا نشان داده شده است که در آخر همین کلمه ها می آید. حرف ای زدناک در خط چنین نوشته می شود. یعنی که نوشت این حرف با نوشت ای عادی مانند است، فقط که در بالای این حرف ما خدچه گذاشته شده است. این نوشت حرفی ای زده است. اکنون ای زده را ما در تخته صنف می نویسیم. اکنون با خوندن کلمه ها شروع می کنیم. ساو ری ری ساوری داشتند داشتند پرندگان پرندگان بالش بالش دوستان دوستان مالیدند مالیدند زبی زبی توتی توتی شکست شکست. کلمه زبی رو می نویسیم. ز بی ب ای زبی. ما زبی نوشتیم. اکنون کلمه کرسی می نویسیم که او کو ر کور س ای کرسی. خواندن رو دوام دهیم. تو تی توتی توتی با سیم زد بالش شکست. توتی با سیم زد بالش شکست. ساوری و زبی اون را داشتند. ساوری و زبی آن را داشتند. با بالش دارو مالیدند مالیدند و با داکه بستند. با بالش دارو مالیدند و با داکه بستند. پرندگان پرندگان دوستانی دوستانی ما. بچه های عزیز، درس امروزه ما به آخر رسید. شاد باشید.